سلام به دوستان عزیزم. بافت این تاپ بندی رو میخوایم شروع کنیم با هم دیگه. یه تاپ یقه 7 هستش که من این رو به این صورت بافتم و میخوام آموزشش رو برای شما بذارم. امیدوارم که ببینید، خوشتون بیاد و ببافید. خب برای بافت این تاپ ما اول باید یه دونه کاپ ببافیم. من یکی از کاپ ها رو بافتم، کاپ دوم رو میخوام شروع کنم برای بافت. ببینید ما الان میخوایم از این قسمت، از اینجا شروع کنیم و بیایم تا یعنی نصف کاپ رو الان میبافیم. از اینجا شروع میکنیم به سمت پایین و بعد دوباره ادامهش رو میبافیم. ما پس الان 2 تا از این قسمت نیاز داریم. این قسمت اول رو من بافتم، قسمت دوم رو شروع میکنیم. برای شروع قسمت دوم ما اول میایم 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. 3 تا که زنجیره زدیم نخ رو میندازیم دور قلاب و توی فضای اول داخل میکنیم و بعد یه دونه پای بلند میزنیم. پای بلند رو که زدیم دوباره 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم، یه پای بلند دیگه، میریم داخل فضای این قسمت، یعنی داخل وسط این کار میشیم اینجا و یه دونه میکشیم بیرون. پای بلند دوم رو میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره داخل این قسمت میشیم و خب ما الان 3 تا از این فضاها داریم. خب ما میخوایم حالا کارمون رو شروع کنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم داخل این قسمت وسطی، یعنی اولی نه دومی، داخل فضای وسط میکنیم و 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 و 3 تا. 3 تا زنجیره که زدیم 3 تا پای بلند که زدیم 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره 3 پای بلند دیگه. 2 و 3. پس ببینید چیکار کردیم. ما اینجا اول 3 تا زنجیره زدیم، بعد اومدیم تو فضای وسط 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند. خب حالا دوباره نخ رو میندازیم دور قلاب و میریم از همون فضای اولی که اولین زنجیره رو زده بودیم یه نخ میکشیم بیرون و یه پای بلند دیگه میزنیم. این یک رج تموم شد. برای رج دوم دوباره 3 تا پای بلند 3 تا زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. کاری که برگردوندیم همین مدل باد بزنی رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی توی این فضای وسط ما دوباره میایم 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه میزنیم به این صورت. 1 2 3. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه میزنیم داخل همون فضای وسط زدیم ما. خب اینو که انجام دادیم دوباره نخ رو میندازیم داخل قلاب و توی این فضا یه دونه پای بلند دیگه میبافیم. این الان شد 2 تا رج، یعنی این شد رج اول، این شد رج دوم. ببینید من برای سایزی که دارم میبافم، اینجا شروع کارم هستش، من برای سایزی که دارم میبافم با توجه به نخ و قلابی که دارم استفاده میکنم
این تعداد رو زدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من این 10 رج رو میبافم و بعد برای شروع کاپ و زیاد کردن این کار دوباره برمیگردم. خب ببینید دوستان، ما برای اینکه اینجا بعد از اینکه این 10 رج رو بافتیم، یعنی از این قسمت تا اینجا، ما دیگه میخوایم از اینجا این کار بزرگتر بشه و پهن‌تر بشه. پس بنابراین باید بیایم برای حاشیه استفاده کنیم. الان نگاه کنید، این رو من اگر به این صورت بذارم، این بند تاپ هستش که قسمت جلو و این هم قسمت پشت لباس هستش، بندی که میفته پشت لباستون. خب ما برای اینکه این قسمت رو ببافیم، الان من تا اینجا رو بافتم، تا این قسمت رو بافتم. حالا میخوایم دونه اضافه کنیم برای اینکه این قسمت میخوایم پهن بشه. نگاه کنید دوستان، ما این حاشیه رو الان این سمت کار و این سمت کار داریم، یعنی هر دو تا قسمت، یعنی این بند، این حاشیه از اینجا که اومده شروع شده به این قسمت و این قسمت، یعنی این دوتا قسمت که میفته برای هفتی لباس، یعنی هم قسمت جلوی لباس، جلوی تاپمون مدل 7 هست، هم پشت لباس مدل 7 وای میسته. خب برای اینکه این رو ادامه بدیم باید این کار رو بکنیم. من این 10 رج رو بافتم، 3 تا زنجیره زدم و کار رو برمیگردونم. دوباره همون مدل باد بزنی رو میخوایم تکرار کنیم. ببینید دوباره 1 2 3. وقتی این 3 تا پایه رو زدم، 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 3 تا پایه بعدی رو میزنم. 2 3. ما گفتیم چون میخوایم کار رو پهن‌تر کنیم و به این قسمت لباس برسیم، پس الان باید دوباره یه 3 تای دیگه هم داخل همین فضا بزنیم. پس دوباره 3 تا پایه بلند دیگه، یعنی 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه میزنیم. و بعد مثل قبل به این صورت، یعنی الان ما اینجا ببینید 3 تا پایه بلند 3 تایی داریم، یعنی 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند دیگه. پس شد 3 تا پایه بلند 3 تایی داریم و دوباره مثل رجهای قبلی 3 تا زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. خب نگاه کنید به این صورت. حالا ما میایم توی این فضا همین باد بزنی رو تکرار میکنیم، یعنی توی فضای اول باد بزنی رو شروع میکنیم برای یقه 7 جلو و بعد داخل این یکی فضا هم باد بزنی دیگه رو شروع میکنیم برای یقه 7 پشتمون. خب پس میایم داخل این 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند، خب حالا برای اینکه این فاصله انجام بشه، این باد بزنی رو ما الان زدیم، میخوایم بیایم توی این یکی فضا دوباره یه باد بزنی دیگه بزنیم. پس برای اینکه بیام داخل این فضا یه باد بزنی دیگه بزنم، باید اینجا یه فاصله ای رو ایجاد کنم که 3 تا زنجیره میزنم. با 3 تا زنجیره میام تو فضای بعدی و 3 تا پایه بلند دیگه میزنم. این 2 تا و این 3 تا پایه بلند زدیم، دوباره 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند بعدی رو میزنیم. 2 و 3. خب این پایه بلند رو که
زدیم. حالا دوباره باید بیایم داخل این فضا پای بلند بعدی رو بزنیم به این صورت. یعنی الان نگاه کنید به این صورت شد. ما اینجا یه دونه باد بزنی داشتیم، بعد اومدیم برای اینکه کار رو پهن تر بکنیم اینجا 3 تا پای بلند 3 تایی زدیم که فاصله بینش هم 2 تا زنجیره بود. برای رج بعد ما اومدیم داخل این فضا یه باد بزنی زدیم، 3 تا زنجیره زدیم اینجا و دوباره تو فضای بغلیش 3 تا یه باد بزنی دیگه زدیم و بعد دوباره طبق روال قبل اومدیم سر پای قبلی وصلش کردیم. خب دوباره میایم چیکار میکنیم؟ 3 تا زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. دوباره داخل همین ما یه دونه باد بزنی میزنیم. خب اینجا این باد بزنی رو که بافتش رو انجام دادیم بدون اینکه فاصله بخوایم بندازیم، یعنی بدون زنجیره میایم چیکار میکنیم؟ داخل این فضا 3 تا پای بلند دیگه میزنیم. پس 3 تا پای بلند داخل این فضا میزنیم، فضایی که تو رج قبل با 3 تا زنجیره به وجود آورده بودیم. بعد از اینکه این رو زدیم دوباره بدون فاصله یعنی زنجیره دیگه نباید بزنیم، میایم داخل باد بزنی سر رجمون و یه باد بزنی دیگه میزنیم. خب باد بزنیمون رو زدیم و دوباره نخ رو میندازیم سر قلاب و میایم داخل این فضا پای بلند آخر رو میزنیم. این رج تموم شد. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو بر میگردونیم داخل این فضای باد بزنی یه باد بزنی دیگه انجام میدیم. خب این باد بزنی رو ما زدیم. برای اینکه بتونیم کار رو پهن تر بکنیم باید فاصله بندازیم. فاصله انداختن یعنی با 3 تا زنجیره میزنیم و بعد داخل این قسمت میشیم و این قسمت رو 3 تا زنجیره میزنیم. خب